اگر از صورتت توی عکسات خوشت نمیاد احتمالاً داری این 5 تا کار اشتباه رو انجام میدی. پنجمین اشتباه که از همه‌شون مهمتره. اولین اشتباه، گوشی رو خیلی نزدیک صورتت نگیر. همیشه یه کمی فاصلت رو با دوربین حفظ بکن. چرا که اگر شما خیلی نزدیک دوربین باشین ممکنه بینی، پیشونی و چونتون خیلی بزرگتر از حالت عادی دیده بشه. و زوم 2 برابر رو رعایت کن، اینطوری عکست فوق‌العاده میشه. دومین اشتباه اینه که شما هیچ وقت نباید تمام رخ جلوی دوربین قرار بگیرین. همیشه باید نیم رخ یا 3 رخ باشین تا بتونین زاویه سازی انجام بدید تا عکس فوق‌العاده‌ای داشته باشین. سومین اشتباه اینه که شما هیچ وقت چونتون رو نباید سمت عقب ببرین، به خاطر اینکه باعث میشه قبقب براتون ایجاد بشه. یه کمی سعی بکنین چونه رو بیارین جلوتر، زاویه فک ایجاد بشه. این مدلی. چهارمین اشتباه، همیشه از 2 تا زاویه مختلف صورتت عکس بگیر. مطمئن باش که یه طرف صورتت همیشه عکسش بهتر میشه. پنجمین اشتباه که از همه‌شون مهمتره، هر موقع میخوای سلفی بگیری هیچ وقت یهو خشکت نزنه. همیشه قبل از اینکه دکمه شاتر رو فشار بدی یک لحظه پایین رو نگاه کن و بعد بیا بالا و لبخند بزن، به خاطر اینکه چشمات اینطوری خیلی طبیعی تر دیده میشن. خب همین تموم شد. شما لطفاً این ویدیو رو سیو بکنین که وقتی خواستین از خودتون عکس بگیرین یک دور دیگه مرور کنین تا یه عکس فوق‌العاده خودتون داشته باشین. فعلا خدافظ.